چیکار میکنی؟ تو کی هستی؟ من مغز تو هم. چیکار میخوای بکنی؟ بابا چیکار داری؟ خانم بنقصی. نه کاری با شما نداشت. این دستتونو بده. چی میگی؟ ببین یه سال چرا ما مدرسه داریم ولی مدرسه نداریم؟ چی میگی برو؟ خب یه سال دیگه. چی میگی؟ یک سال تو چی میخواستم بگم چرا من خودم مغزم ولی هنگ میکنم. برو دارم درس می‌نویسم. مگه حافظه ماهی 3 ثانیه نیست؟ چرا؟ پس چرا ما میخوریم حافظمون قوی شه؟ مغز کجایی تو؟ چرا همه معلم فقط یک درس رو بلدن ولی دانش آموزا فقط بر همه درس رو بلد باشن و امتحان بدن؟ خانم توهم زد. نه خب یک سال دیگه ببین بابا بلم بابا در امتحان بدی. آره کی؟ همین 2 دقیقه دیگه بلم کن. همین سوال بپرسم دیگه ولت میکنم. ما مگه پس نمیشه ایوون خونگی کارم میشه چیز اسمش چی بود؟ ماشین. خب کارپت حالا یعنی چی؟ کار بگو. ماشینه سر ایوون خونگی. ایوون خونگی. خب نه میشه فرش عزیزم. کارپت یعنی فرش. بابا جلسه پیش رفته بودی کلاس زبان خانم گفتش بابا کلمه‌ای که هم معنی مثلا کار و پت همین مثال زده بود گفت این بابا باشه دیگه. تو کی؟ من مغز تو هم. از کجا دست آوردی؟ از کجا دست من دست داشتم تا هم وقت من مردم چون نمیکنه. برو درساتو بخون 2 دقیقه دیگه امتحان داری. برو درساتو بخون 2 دقیقه چه دیگه. سالی از من بمارده؟ 2 دقیقه دیگه بابا امتحان داری. گفتم که بلم کنی دیگه. به چی الان فکر کنم؟ به ریاضی فکر کنم. به چی فکر کنم الان؟ من مغزتم هر لحظه میام. خودم رو بگو چه